یک 10 نفر خواننده ما از جمهوری قرقیزستان به اینجا تحصیل میکنند. یک تا بود بازار قریب 30-40% محصولات ما یا قرقیزا خریداری میکنند. معامله ما ناست. مناقشه برای ما چی در کار؟ خانه استقامتی که من پدر که همراه ساخته هستیم پره از همین ته کرسی سر کردم و همراه پدر همین خانه قریب کمتر ماند که از دست براریم. من آشیانه اولش ساختیم، حرکت کردیم، آشیانه دومش سازیم، چون که ساحه ساختمانی خودم که دوست می‌دارم همین همراه پدر ساخته ایستاده ایم. همه سلامتی‌ها از خودی همین تاجیکستان خودمون. همین بلاک‌هایی که من حاضر کشانده ایستادم این هم از همین خودی سیورس استحصال خودی از آن دهه خودمون استحصال میکنن. همینجا میگیریم. از قرقیزستان بیشتر سمنت ها می آمد پیش. اگر خوبتر میشد باز برای ما نزدیکتر است برای گرفتن همین سمنت ها. همین بازار ما هم برای جمهوری قرقیزستان هم برای ما یک تا بود بازار ما. قریب 30-40% محصولات ما یا قرقیزا خریداری میکنند و از آن جمله ما هم اصلا همین کوچه‌ای که همچون سرحد است این طرفی کوچه ما خلق تاجیک و خلق قرقیز آنها بسیارتر انمون تر میوه‌های و بسیارتر انگشت سنگ و های نسبت به ما ارزانتر به فروش میموندند. حاضر همین چیز بازارها هست نرخش قیمت‌تر. ما یک جای زندگان میکردیم. پیش از مناقشه ها بودن همین قرقیزا بسیار بودن گوش رفتن. با همین وقتی دیگه قسطقیز خودم ما که اهل قسطقیز کتی هم خیش تباره دارن و هم کلین کرده که یا دختر داده که خدای آنده شده زندگی کرده گشتی حالا رفت آمد دکون تلفن کتی وای میکنن بعضا وقت دکون بیاین اجازت گرفته میخوری از سلامتی ما پرسان میشن ما هم گپ میزنیم برای اینکه همسایگی چندین سال همینجا زندگی کرده سرای دخترای خاندار کرده بعد رفت معامله ما ناست. مؤسسه ما مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 84 به نام عبدالمجید واسطوف است که در این مؤسسه 367 نفر خواننده به خواندن مشغول هستند و از آن جمله از همین چون که مکتب ما مکتب نزدیک سرحدی است یک 10 نفر خواننده ما از جمهوری قرقیزستان به اینجا تحصیل میکنند لیکن آنها ملتشان تاجیک است و استقامت کننده دولت قرقیزستان میباشند و هر سال شمارشان هر گونه میشد. همین سال 10 نفر خواننده ما از همین جمهوری قرقیزستان میبینند برای تحصیل. سال گذشته 12 نفر بود. من از سالهای پیشتر باز زیادتر بود. از سببی که سال 2022 بین مرز جمهوری تاجیکستان و قرقیزستان حالتهای جنگی به عمل آمد تعداد خوانندگان قرقیز ما کمتر شد. معلمای ما درس دارند و هم بعد از درس بعد از مشغلات درسی با زمین و کشتکار کار میکنند. مزد حد اقل کارمندان ساحه معارف 800 سون شد. 800 سون رو در بر میگیرند. پدر و مادر ما انتخاب کردن ما راضی شدیم. من خدا شکر خوشبخت ما آیلنده اینها که آیلی معلم هستن همه ما آیلی معلومات از اول خوشتامنم میخواستن که ما خونیم صاحب کار شویم. من 3 سال خواندگی باشم کودک دار شدم فرزند دار شدم. وقتی که من درس میرم من حاضر کار بمیرم همش به خوشتامنم من به یاردم میرسانم نکن یا نرو نمیگن فقط اول ما کاری دولت خواندن ثانی بعد کاری خانه و زندگی. مناقشه برای ما چی در کار است؟ مناقشه در کار نیست. بگذار دوستی من بین تاجیکستان و من قرقیزستان مستحکم شود. بگذار همین چیزی آرامی باشد. من از پوتی گپا همین خیلی شنیدم که من ایدی نوروز به پرزیدنت جمهوری قرقیزستان من میاومدن همینجا چه خیلی که دوست بودیم با هم خیلی دوست میشیم خدا خواهد ان شاء الله
همین من گفتم که تینجی امانی باشد همه جا آبادی سیری پوری اعصابی چی اعصابی تینجی آرامی. من شخصا خودم فکر میکنم که همین چیزها دیگر عموما تکرار نشود. مقصد ما همین است که دوستی که بین همین پیش از ازل بود بین قرقیزستان و تاجیکستان باز مستحکمتر شود. آرزوی اساسی من باز مستحکمتر شده برای تربیت نسل نوروز یک سهمی با سزای خود ما گذاشته باشم. آنها رو به روحی وطن دوستی و خویشتن‌شناسی تربیت کنم. زنده سلامت به وطن. حتی آرزو میکنم که همین فرزندای خود رو باز به راه و روش خودم، چون که من کسی پدر آموختم، من آرزو میکنم که ایهایم از کسب‌های حاضر برخوردار باشم.